çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken? Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken. انتویی؟ شرف خانم التماس آرام شوید. التماس منو ترک خانم از نکن. اینجا برای شرف نه التماس اون کار کنه. برو از اوضاع ایستاده. شرف، واسش التماس. گیر کنید. زودتر باشید. التماس ما رو ترک نکن. شرف برو از دست بدی مخی. التماس آدرنالین آماده داخل کنید. کردن نمیتوانم. شرف خانم اگر این طرف رفتار کنید مجبور میشوم که شما خانم را بیرون همشیره برورم. زودتر الکتراشوک رو آماده کنید. شرف التماس 240 شرف کمی زودتر باشید. کمی محلول. شرف همشیره این خانم رو با بیرون برارید. التماس خانم با بیرون برایید. آرام شوید خانم. التماس خانم التماس آرام شوید. آرام شوید خانم التماس. شرف رفت. ایستا نابغه بس کن. یک دو سه. یک دو سه. فریدا دخترم. خانم همشیره زودتر. دخترم فریده دخترم خیر چی شد؟ کنی خیز دخترم خیز همشیره فریده خیز شاید کمی نفس گیرد دخترم خیز دخترم گذشت اپا جان بیگانه نیستن اینها. شد نترس. بینید کلیدتون هم همینجاست. دار سخت دار اون رو. روند آنها از اینجا روند. یا خدا خانم چرا اینطور شد؟ از این پیشتر چونی نشده بود. با خدا چرا اینطور ترسید؟ نفهمیدم اکا جان. یا اینکه او را شما میشناسید؟ در اصل نه از کجا میشناسیم؟ نمیشناسیم. کلیدم رو میخواهند. کلیدم رو میگیرند. نه این از اونی توست. کسی نمیگیرد نترس. بیایید شما برایید. من این رو کمی آرام کنم. بیایید برایم. شد جانم تمام گذشت. آرام شو جانم. آرام شو همش گذشت. این زن کیست؟ نپرسید اکا جان. من این زن را از بحر یافتم. زخمی بود. از به بیمارخانه بردن ترسیدم. گرفته به خانه آوردم. بعدا زنم به من گفت که به بیمارخانه برم وگرنه دردی سرمان می شود. عیناً همین طور هم شد. در حقیقت دردی سر شد. او رو نه پیش کرده می توانیم نه نگاه و بین کرده می توانیم. یعنی سوختیم اکا. لیکن التماس درباره او به کسی چیزی نگویید وگرنه دردی سرمان می شود. مالشان کلیدی در دستش بوده چیست؟ با خدا از کجا دانم که وقتی او رو یافتم در برش بود. کلیدی خانه؟ گفتم شاید کلیدی خانه باشد اما کمی خرد بود. شاید کلیدی سیف باشد. راستی نمیدونم. خیر به شما یگون چیزی دیگر نگفت؟ اکا جان نمیبینید یگون چیز گفته میتواند عقلش رو گم کرده ساخیر. تنها کلیدم میگوید و دیگر هیچ چیزی نمیگوید. یعنی چنان میگویند چیزی رو در یاد ندارد.
салом. салом. як чизро пурсам. чӣ буд? дар берун полис аст? ҳаст. дар берун полис, дар тиреза панҷара, дар бошад калид дорад. наздам биё, як чиз мегӯям. чӣ мехоҳӣ? ман хеле сарватмандам. хайр. рост мегӯям? духтари осия каракоёнлӣ ҳастам. агар барои аз ин ҷо баромаданам кӯмак кунӣ, аз сарат пул ту мерезам. инҳоро ба додситон гӯй. ба ин ҳам каме баъдтар туро омада мебаранд. ай падар, دخترم шараф, ایستا دخترم. илтимос, ҳамаин дар хоб аст гӯяд, падар. دخترم شرف حالا در خواب طولانی است. чӣ тавр хоб рафтааст? дигар намехезад. аз худо умедатонро наканед. чандин беморонамон аз ин хел беморӣ наҷот ёфтаанд. ناامید نمیشوی مادر. شیطان ناامید میگویند. برایت شوربا تیار کردم. گرمکک خوری نقص می شود. بهتر شدی؟ خودم رو ناراحت حس میکنم. سخت شامل خوردم. بیا ببین. آنم خیلی. بیا با پشتت گذارم. آنم خیلی. تو چیکار کرده؟ چیکار میکردم؟ مرغ شوربا پختم. به تو خورونم. میشود. اگر بیماریم تبابت نشونده باشه چیکار میکنی فریده؟ شرف، این چه خیلی گپ است. از برای خدا بس کن. جانم در آمدی گپ گفتم. وقتی که آدم بیمار می شود با دیگران بار زیادتی می شود. من تو رو دوست می دارم شرف. تو و فرزندانم هیچگاه برای من بار زیادتی نمی شود. خدا نشون ندهد. اما اگر چنین شود تا مردنم تو رو نگاه و بین می کنم. بیا. Oysa elimde ismin bıçağın ucunda. خیلی بامزه است. Hala yanar mı için? Oysa koynumda resmin. Herkes unuttum sanıyor. Hala küskün mü kalbin? Nefes mi kaşı? Elimde ismin bıçağın ucunda با همین نشم. با همین نشم شکر. hala yanar mı için? حالا هم امید Oysa هست. koynumda resmin herkes unuttum اگر لازم شود تا مردنم تو رو
انتظار میشوم شرف. Küskün kalbim Oysa با هیچ کدوم dilimde ismin نمیروم. Bıçağın ucunda kanıyor Hala yanar mı için? Oysa koynumda resmin herkes unuttum sanıyor. Hala Yanar mı için? Oysa koynumda resmin herkes unuttum sanıyor. باید شب میرفتیم صبح شد حالا هم در همین جایی اکا جان شخصی که شما رو باید برد او رو نمیابم. آخر به هر کس این رو پیشنهاد کرده نمیشود. یعنی که تو مرا دستگیر کردن میخوای اکا جان؟ با تو نیم ساعت دیگر وقت میدهم اگر یافتی خیلی خوب اگر نه پولم رو پس میگیرم میلش اکا جان میلش. من حاضر رفته بندر رو بینم شاید آمده است. چرا تهدید میکنی؟ اگر برآمده روید گوید چیکار میکنیم؟ او نیز از کار خودش میترسد با او نگر به فکرم آسیا رو در خونش پنهان میدارد چیکار میکنیم؟ او رو در همینجا میگذاریم؟ نه با خودمون گرفته دستی به دست میگردیم کمال در اینجا او رو دیدنت را به کسی نگوی کاری شده است ما باید راه گریزمون رو گیریم راست میگویی ماینش. مسئله کلید رو چی میگویی؟ از کلید به من چی؟ مگر نشونی دیوانه شده است میدانم بی عقل است اما کلیدش را در خاطر دارد. حتما آنجا چیزی مهمی هست. چه خیل چیز؟ نمیدانم اما باید جای گشادن آن کلید را یابم. ای بز در غم جان و قصاب در غم چربو. من از این کار خواطر شدم. رفته حتما آن کلید را از دستش میگیرم. ایستید یک ثانیه. این را چطور کردی نمیدانم اما بیمار بودنت را دادستان هم باور کرده است. اکنون بس از پینار من افسوس میخورم. برای همین با دستان خودم به حبس خانه میاندازمت. رفیق کمیسر ببخشید دیر موندم. چیکار کردن؟ پینو رو بردند؟ به دادستان احوال را فهماندم. او به بیمارخانه فرستاد. خوب. سلیم اگر پینار بازی بودن این را فهمد همش برباد می‌رود. لبا ینگه امیر از برای خدا او رو دستگیر کردن گوی. اینقدر درد و رنج بیهوده نبوده است گوی. ینگه از برای خدا یگان چیز گوی که دلم آرام شود امیر. ینگه حالا او را به بیمارخانه بردند. تو چی گفتی؟ ینگه گوش کنید به شما وعده میدهم که ینگه باز آنها غالب آمدن. آقای ایهان را به بالا میبراریم. فریده باید با تو صحبت کنم. برای گفتن دروغ‌هایی نه. مرا شناختید؟ دامادتان هستم دامادتان. تو چی کار میکنی؟ خودت را شناس کردن میخواهی؟ ابله کلید را با چطور میگیریم؟ کنی پنجهت را کشا ببینیم. کشا خیر زودتر تنها ببینم بیا. پینار نه پینار
باز کلیدم رو نگیرد. تو پینار رو میشناسی؟ پینار بد است. کلیدم رو میگیرد. پینار بد است. من به تو گفتم که در اون کلید چیزی هست. چرا در بالای سرش جمع اومده اید؟ چه خیلی چی گویم حاضر ما گریه میکرد به نزدش اومده. بله مرحمت این دفعه در آمده آن کلید را میگیرم. چرا به این کلید چشم الو کرده نمیفهمم. یا اینکه تو چیزی رو میدونی؟ به سرم یک دو فکر آمد و چی بوده است؟ کنی به من هم گوی. آن جانان خانه را دزدی کرده بود که خیر از خانه آسیا یک سیف یافته است، اما گشوده نتوانسته است. انیق کلید آن است. این کلید در اینجا چی میکابد؟ نخود چرا من از این خبر ندارم؟ دوستم تو از بسیار چیزها خبر نداری. من میروم آن سیف مخصوص است. مخصوص آن کلید رو از دستش میگیرم. کمال من هم با تو میروم. ایستا کمال. خیر این چیز چرا دو رختی؟ خب با یگان نفر دیگر میستم. حجره مخصوص نبود. چی شد؟ معقول نشد؟ معقول نشد. میبینم که در اینجا به خود اومدی. در اینجا صحت میشوی. اما بین رفیقت هم اومد. این کیست؟ خاطر نشو، اینجا زیق نمیشوی. در همینجا میستد؟ خانم همشیره چی شد؟ از ما بودنش رو نفهمید آخر؟ نه نفهمید. هم حجره خودش فکر کرد. خب این چیست؟ این چیست؟ با من نگاره. چی میخواهی؟ خاطر نشو، با هیچ کس نمیگویم. چرا؟ قاتل بودنت رو. تو دیوونه چی؟ یاری دید مرا از اینجا برارید. یاری دید از اینجا برارید مرا. اکنون آنها برد نمی کنند. لبه آسیا در کجایی؟ ایهان در کجایی گفتم؟ گفته نمیتوانم. وقتش که آمد میگویم. آسیا اکنون بس است. تو میدونی که در اینجا چی واقع شده است؟ به سر شرف چی آمد است میدونی؟ خواب است. زودتر. آهسته. گرفتی؟ بسیار خوب. رفتیم بیدار نشود.
پیامکی صدایی فرستاده است. اکنون تمام شد آسیا. این بازی تمام شد. همش رو با فریده نقل میکنم. با Ayhan Yulmaz پیوست نمایید. گریه کرده ایستاده است. مایلش یاسومان حاضر می آیم. مایلش. امینه کمی ناراحت شده است. کودک برای پدرش زیق شده است. من یک رفته بینم. شما با من از شرف خبر دید. مایلش پدر. رو آسوده باش دخترم. از کجا میدونم که حجرش رو عوض کرده است یا نه؟ در قیدهای شما نیست؟ شما میابید. مایلش انتظار. باید روم. خدا شفا دهد. خدا راضی باشد. فریده رو میکابم. باید با او صحبت کنم. کمی پیشتر برآمد. امینه کمی ناتاب شده است. اگر خواهید زنگ. نه من زنگ میزنم. شنید کمی استراحت کنید. تشکر. تو چرا از پس من میگردی؟ در اول با من چی میگفتی؟ حالا باشه چرا میایی؟ با فکر تو آیا من بیعقلم؟ من هم داخل اون سیف رو دیدن میخواهم. من به این کمال باور ندارم. حالا همه‌اش موافق نقشه‌مان میرود، اما میترسم که آشکار میکند. خاطر نشوید رفت کمیسر. تیمور به دام میافتد. انشاءالله همکارمون از پینار گپ رو کشیده میگیرد. همش خوب میشود. لبای خانم آسیه. بله پیگیری داریم. باید زود برایم. مگر اینطور میشود خانم آسیه؟ آنها باز برمیگردند. اج نباشد از پسشان هستید. به من خبر میدهید من میرسم. خیلی مهم است. بله مهم است. فریده همه‌اش رو میفهمد. آمینا؟ مادر جان شما آمدید؟ من آمدم. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ بیمار شدی؟ او از شب باز پدرم رو جیغ میزند. چرا پدرم نامدن؟ آخر در بیمارخانه هست دخترم. در آنجا رخت خواب نیست؟ ما همراه او میستیم. من پدرم را نگاه و بین میکنم.
من یک دوستمان رو خبر گیرم. مادر جون از شما یک چیز رو پرسم؟ پرس جانکم. پدرم بیمارم، این راست است؟ تو چرا میپرسی پسرم؟ مدامی که در بیمار خونه است البته بیمار. چرا ما رو نمیبرید؟ چرا با ما گپ نمیزنند؟ مادر جون اکنون من کلان شدم. میدونم یوسینا، میدونم. التماس ما رو به نزد پدرمون برید. تو چند نفر رو کشتی؟ نمیدونم، اهمیت ندادم، حساب نکردم. اما میدونم که کمی دیرتر باز یک تا زن میشود. چطور کشتی؟ مرا دیوانه کردن میخواهد. مگر دیوانه نیستی؟ پس چرا در اینجایی؟ چطور کشتی؟ بوغی کردم، پروندم، بعد گور کردم. این دفعه بعدی پروندم به بحر پرتفتم. حاضر تو رو هم بوغی میکنم. یاردیه میکشد منو. خاموش، یاردیه خاموش شو گفتم. خاموش، خاموش. با خدا هیچ کارت نمیکنم، وعده میدهم. خاموش شد. خدایا با کجا افتادم؟ خوبش به حبس خونه میرفتم. چرا با بیمار خونه آمدم؟ ای خدا. در درون کیست؟ کسی نیست. خانم گونش چی؟ نیستند. بیا وقتش است. ایهان، با فریده چیزی رو نگفته ای همین طور نه؟ آسیا، با تو چی شده است؟ انتقام پیچی چشم عقلت را کور کرده است. حالا هم خاموش هستی نمیگویی؟ تمام پگو همش به انجام میرسد. چطور آسیا؟ چطور؟ ایهان، لطفاً مرا مجبور نکن، تنها باور کن. آسیا، تو اکنون درست و خطا را انتخاب نمی کنی. رفته احوال شرف را بین. با شرف چی شده است؟ شرف در حال بیهوشی است. فریده چی؟ پریشان است. گوش کن، من سوگند خورده بودم شما را یک جایم میکنم، اما اگر چونی رفتار کنی او از تو دور می شود. همین که دخترم را بینم همش را نقل می کنم. دیگر مرا کسی من کرده نمی تواند. گوش کنید بچه ها، پدرتون حال خوب است، برای همین شما رو نمی شنود. از پس تریزه نگاه می کنید. مایلش اگر جیغ زنم بیدار می شوند؟ البته بیدار می شود، اما حالا دکتران به دارو دادند، برای همین خواب است. کنی زودتر این رو کشا، من به تو نگفته بودم. چی نوشته شده است؟ وای وای وای، کنی به من ده. 2 میلیون دلار. پینار 2 میلیون دلار دارد.
اوف مرا به حالم گذار. چی میخواهی؟ پول داری؟ نه پول ندارم، هیچ چیز ندارم. حیف. اگر پول میداشتی من تو را از اینجا رها میکردم. البته یک فکر دارم اما با کسی نمیگویم. راست میگویی؟ گوش کن، اگر یگان چیز باشد و تو به من نگویی خوب نمیشود. آخر ما دوگانه ایم. پول داری؟ خدا خالای گونش؟ دیر فهمیدم فریده. چی شده است؟ دکتر چی گفت؟ بچه ها شما رفت از پسی تریزا پدرتون رو بینید. من حاضر می آیم. بله. احوالش خیلی وزنین است. خدا جزای آنها را دهد. دیگر هیچ چیز گفته نمیتوانم. پدرت خوب بوده است، به بالا بردند، همین طور نه؟ بله. چی شد؟ با پدرت یکون چیز شد؟ من از پدرم رنجیدم چون که به من دروغ گفت. چطور؟ مرا به کسی دیگر به فرزندی داده است. برای پول شده. همه‌اش را به من گفت اما دیر شد. اگر همه این رو در بخوری اولمون به من میگفت شاید او رو میبخشیدم. اما حاضر به من گوی چطور میتواند پدر به دخترش دروغ گوید؟ اگر شما میبودید میبخشیدید. راست میگویی، نمیبخشیدم. پدر جان بیایید خیزید، ما آمده. بیهوده کوشش نکن. مادرم گفتن که ما رو نمیشنوند. اگر فریب کنند چی؟ حاضر من تو را میخورم. و اینجا بیا جان بخوین. اینجا بیا تو را هم میخورم. کن اینجا بیایی. بیا امینه میروید. ما پدرمون خوب روند. اما جان شما در اینجا چیکار میکنید؟ باید در خانه ماهیگیر میبودید. بله اما وقتی که با فریده گپ زدم فهمیدم که همه‌اش بیهوده بوده است. همه‌اش رو فهمیدید؟ کاش میتوانستم رویم نشد. اما جان حالا وقتی پس گشتن نیست. همه‌اش تمام میشود. حقیقت رو میفهمونید. بخشش میپرسید. هم تیمور و هم پینور رو دستگیر میکنن. شما رو باشد میبخشن. گپایش رو نشنیده ایشی.
اگر دروغ بودنش را بدانم مرا هیچگاه نمیبخشد. حاضر اینها رو فکر نکرده با ماشین شیشته راست به خونه ماهیگی روید. اگر نکنید باز بدتر می شود. کمال کنی اون جزدون رو به من ده. رو از اینجا رو. برای این روزا شوهرش در اینجاست. پل پینار با تو چی دخل دارد؟ اگر تو شوهرش باشی من پدر فرزندش هستم. نخود نو وقت آمد. شاید نو آمده باشد. کو جانم کو اینجا راه هایمان جدا می شوند. تو با متروبوس با یک چیپته به دیه شکارچی ها می رسی. آنجا به سرحد بلغارستان نزدیک است. تو به پل های پینار چرا دخالت داری؟ نمیفهمم به شما چی شده است. مگر او عقلش را گم نکرده است؟ خیر واریسش کیست؟ من یعنی شوهرش. خیر صاحب پول کیست؟ من یعنی شوهرش. وای شغال وای. خیر برادر من کارهای زیاد دارم. من از تو حساب این را میپرسم. کمال رفت. کو بینیم تیمور چنان فکر کردیم به نزد پینار برفته باشد. میبینیم. وای در درون است. چطور میشود؟ چطور میگیریم؟ ای خدا. لبی خانم یشیل شمایید؟ منم آقای امیر. فکرهای عمم خیلی پریشانند. با زوری از بیمارخانه فرستادم. میترسم که دست میکشد. چرا چون این فکر میکنید؟ به فکرم برای دروغ گفتنشون پشیمان شدن. همین که رسیدم با او گپ زنید. مایلش خوب شد که خبر دادید. تشکر سلامت باشید. کاش به یگان دشواری پسی سر میشد. بابا پدرمون کی بدور میشوند کی صحت میشوند. با من بیا. من یک راهش رو میدانم. خدا جان مدد کن که پدرم صحت شوند چشمانشان رو کشویند. بعدا میریم دیگر او را زخم نمیکنم. درسایم را میخونم. هر چیزو در بپا خیزن به خانه آیم بسنده است. بابایم همیشه میگویند که خدا جان از عمر من گرفته به فرزندانم ده. این دفعه باشد از ما گرفته به پدرم ده. مگر این خیلی نمیشود خدا جان. Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken? Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken. مرا به کسی دیگر به فرزندی داده است. برای پول شده. همه‌اش را به من گفت اما دیر شد. اگر همه این رو در بخوری اولمون به من میگفت شاید او رو میبخشیدم اما به من گویید چطور میتواند پدر به دخترش دروغ گوید؟ اگر شما میبودید میبخشیدید. مرا ببخش. آقای امیر اکنون تمام شد دیگر زنگ نزنید. خانم آسیه گوش کنید. آخر ما نهایت به انجام کار رسیدیم. تیمور در بیمارخانه است. حاضر پینار را گرفته میبرند. بیایید شما به خانه ماهیگی روید. اگر شما را در آنجا نیابند نقش همان برباد میرود. من دخترم را از دست میدهم به من فرق ندارد. خانم آسیه چرا این طور میکند؟ آرام شوید رفیق کمیسر. یه چیز به آخر نرسیده است. باز زنگ میزنیم.
تشکر دیگر انتظار شدن از شرط نیست. به این هم کودک‌ها رو گرفته به خونه میبرم. آنها هم زیق شدند. باوری دارید؟ اگر خواهد با شما میستم. باوری دارم. خیر، خودتون رو احتیاط کنید. اگر یکان چیز لازم شد با من زنگ زنید. میلش تو بستید. پسرم برای پدرش دعا کرد. انشاءالله صحت می شود. انشاءالله. تو را پدرت میگفت. خوب شد که به خاطر آوردی. فریده دخترم، پدرت به تو کاری مهمی داشته است. بیچاره از بالا فرامده بود. مادر ما هم به نزد بابایمون رویم. خیرت دهانش محکم شد. خاموش آیسته بیدار نشود. به نزدت آمدند. کی؟ نمیدانم. من این آدم رو نمیشناسم. او کیست؟ پینار جان، مگر انسان پدری فرزندش رو نمیشناسد؟ بیا کمی صحبت کنیم، زود حافظت به جایش میآید. اما زیاد نیستید. انا با تو لباس آوردم. به فکرم چرکین شده ای. خیر، گبزن برای چی آمدی؟ برای تو رو از اینجا برآوردن آمدم. برای مرا از اینجا برآورده به حبس خانه بردن؟ این طور نه پینار جانم. برای ثروتمند شدنت آمدم. تو چی ها میگویی؟ با من مسخره بازی نکن. گوش کن، با تو چنان خبری خوشی آوردم که اگر شنوی از شادی میرقصی. چی بوده است؟ آسیا زنده است. بچه ها کنی به درون درآمده بابایتان رو خبر گیرید. شما نمید درآید؟ نه، شما درآید. در درون آدم بسیار ممکن نیست. شما در اومده خبر گیرید. من انتظار می شوم. خدا شفا دهد بابا. این نبیرهای شیرینکم به عیادت من هم به عیادت شما هم به عیادت پدرم. همینطور. آفرین. پدرت چه حال دارد؟ خوبند، نمیخیزند. با ما هم گپ نمیزنند. گم نه، انشالله صحت می شود. بچه ها شما یک چیز خواهم میکنید؟ میکنه بابا. در آنجا قلم و ورق است، آن را به من دهید. کنی زودتر. کنی ده. بله. این را برامده به مادر ده. میلش. خدا شفا دهد. تشکر. فریده رو ندیده اید؟ چی واقعه خانم گونیش؟ باید با او گپ زنم. امروز همه با فریده گپ زدن میخواهند. تنها ما گپ نزدیم. پدرش او را جیغ زده بود. همان را میگوید. بعد با کمال به درون در آمدیم. با بالا بر آمده سیف را کشودیم. میدانید چی را دیدیم؟ چی را؟ با مبلغ $2 میلیون حساب بانکی. از آن آسیا؟ از آن تو دیوانه، از آن تو. با تو $2 میلیون ثروت گذاشته است. از آن من؟ با تو باور نمی کنم. با من دروغ میگویی. اگر دروغ باشد چرا اینجا می آمدم؟ برای تقسیماتی پول آمدی ها؟ آخر هر کار خوب بدل خودش را دارد.
اگر من نباشم تو را از اینجا کی میبرارد؟ لیکن قرارت را زودتر برار وگرنه نفر دیگری آن پلها را میگیرد. کی؟ شوهرت کمال. چی طور؟ گوش کن، مگر در بیمارخانه دیوانه ها نیستی؟ وارثت اوست، یعنی پول را او میگیرد. من باید از اینجا برایم. من هم همین را میگویم. Oradan bir ateş yaktı seni, küllere döndüm. Sessiz bir dua gibi adını heceleyen dillere. بابایتان رو دیدید؟ دیدیم و شما این رو فرستادند. Hani hep yanıldım, hani kederli hep ağlayan yanım. Sessiz bir dua gibi شما با نفس بیبیتان içimde روید. من میآیم. saklansız anılarım. این چیست؟ برای سوگن خوردنم. چند سال پیش سوگن خورده بودم که تو را با مادرت یک جا میکنم. نخواستم با آن دنیا با این باری گران من روم. مادرم زنده. گونش خالد نیست، دروغ است. Hayat sana geri verir mi bilmem. شما در همینجا بودید؟ بله، پدرت تو رو جیغ زد، من هم تنها نموند گفته کمی در برش نشستم. فریده، میدونی برای چی من اینجایم؟ برای چی؟ برای تو، برای به تو باور کردنم، یعنی برای دختری آسیا بودنت. در حقیقت Ağla Feride, gözyaşlarım yağmur olup aktı kalbine. در اینجا چی کار میکنید؟ Ama şu ki bir yaprak düşer kendi dalından. Va'dam ediyorum. تمام دردهایت را فراموش میکنی. چرا این کارو میکنید؟ چرا مثل سایه همیشه در برم هستید؟ چون که من به جز تو کسی ندارم. که bir yaprak düşer kendi dalından. Halim öyle. Ağla Feride, gözyaşlarım yağmur olup aktı kalbine.
Naboyet این کارو میکرده. Bir yaprak düşer kendi dalında. نباید با من این کارو. نه. گپ زده شدید؟ بله اما اجازه دید کمی در باغ هوای تازه گیرد. ببخشید از دکتر اجازت گرفتن لازم. مرا به این طرف و آن طرف فرستاده سرگردان نکن. 10 دقیقه هوای تازه میگیرد. آخر من دادستان سابقم، او را نمیدزدم. میلش اما زود به حجره اش برگردد. البته خواطر نشوید. رفتیم. یعنی همتون خبر داشتید؟ شما، کمال، یشیل، یعنی همتون میدونستید؟ ولی وجدانتون شما رو عذاب نداد. به همون دلتون نسید. مادرت برای تو را محافظت کردن این کار را کرد. برای محافظت با احوالم نگرید پدر. شوهرم بیهوش است. شما از دم مرگشتید. حالا هم در باره محافظت گپ میزنید. با این کارتون مرا محافظت کرده توانستید. میلش، من و مادرت خطا کردیم، اما حاضر وقتی قهر کردن نیست. رفته مادرت را با آغوش گیر. دلت را از انتقام تازه کن. فریده، تنها تو مادرت را راضی کرده میتوانی. را لطفاً. او را کسی راضی کرده نمیتواند پدر. اگر این طور نمی بود کمی پیشتر وقتی که بخوردیم همش رو میگفت، اما همش رو پنهان کردم. مرا از دست دادن رو انتخاب کرد. فریده، این طور نگوی التماس. همین طور است پدر، همین طور. تمامی از او پایم بیهوده بوده است. باز به جای اول هم برگشتم. نه پدر دارم نه مادر. فریده، Ağla Feride, gözyaşların yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, halim öyle. Ağla Feride, gözyaşların yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından,